از همه کده بهتر در حق شما ذکر قلبی است، تا که از قلب شما ما سوی الله برآید. اگر قصدا شما خود را غافل کنید، غافل نشوید. نمازتان با حضور خوانده شود. در هر جایی که باشید، در نشستن، رفتن، آمدن، خوابیدن، نان خوردن، آب خوردن، خرید، فروخت، نماز خواندن، هر چیزی که میکنید باید شما غافل نشوید. اگر عمر طالبی نقشبندی 1000 سال عمر داشته باشد و یک طرفت العین از خدا غافل نشد، به یاد الله باشد. اگر امی تو حضور دوام پیدا نکرد، فنا نمی آید، فنا نیامد، بقا نمی آید، بقا نیامد، به ولایت مشرف نمی شود. یک مومن عام می باشد. وقتی که قلب انسان به ذکر خدا دوام پیدا کرد، از غفلت خلاص شد، 10,000 حجاب پرده ها دریده می شود. همچنان روح 10,000 پرده دریده می شود. سر 10,000، خفی 10,000، اخفا 10,000، نفسی 10,000، قالبی 10,000، 70,000 پرده از این انسان الله رب العزت دور میکنه. 2 رکعت نمازی که میخوانه، 1 رکعت نماز دیگه مردم بخوانه، علم قدر ثواب الله پاک برش میده. شما در ذکر قلبی بسیار کوشش بکنید. کسانی که در قلب است یا روح سر و خفی و اخفا است، در اون لطایفی که ذکر گرفته با او ذکر بکنید. نوافل، شکرانه وضو، تحیه مسجد شما میخوانید که سنت است. نماز تهجد سنت مؤکد است و را بخوانید. دیگر نوافل نمیخوانید، با ذکر مشغول میشوید. در هر جایی که هستید دست به کار، دل به یاد. سرشور دادن، اگر خودش به اختیار شور میخوره خیر، اگر نه قصدن آدم شور نتخوده، فقط همون تو تصور میکنه الله را، با الله یک ارتباط میگیره، یک ارتباط کامل با الله باشه. در ابتدا کیفیت ذکر غلبه میکنه، تمام بدن ذاکر میشه، از فرق سر تا نوک پای تمام اعضای بدن ذاکر میشه. ذکر به او ولولا یک جوش و ذوق و شوق و محبت خداوندی در قلبی پیدا میشه. بعضی را ببینی که خیز میزنه، بعضی را ببینی چغ میزنه، بعضی را ببینی رقص میکنه. بنابر حال هر کس مختلف